د آزادی خاورې تا ته مو سلام دی، د نیک مرغی خاورې تا ته مو سلام دی. بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان، شنوندگان و هموطنان نهایت عزیز گرامی، سلام و احترامات بنده را پذیرا باشید. امروز شنبه 19 اپریل سال 2025 در خدمت شما حاضر می باشم با خبرایی از صفحات جهادی خیبر پختونخوا و بلوچستان و همچنان پرسش هایی در مورد برنامه های روز قبل و تبصره شما برادران را در اینجا زیر بحث می گیرم. خبر اول 18 اپریل یعنی دیشب در نزدیکی حوالی 2:30 بجه ولایت خیبر ولسوالی باره تیرا میدان در منطقه باغ بالای قرارگاه نظامی و پوسته دفاعی به ذریعه اسلحه لیزر حمله صورت گرفت. یک عسکر کشته شد. به تاریخ 19 اپریل یعنی امروز از طرفای چاش ساعت 12 بجه دیره اسماعیل خان ولسوالی درابن اردوی پاکستان به نیت حمله بالای مجاهدین که در او عساکر CTD یعنی قوای ضد تروریسم و پلیس محلی هم اشتراک داشتن آمدن که هدف کمین مجاهدین قرار گرفتن. تعداد زیادی از این عساکر کشته شد و تعداد زخمی شد و با تعداد 3 موتر از اینا کاملا تخریب و از کار افتاد. به تاریخ 19 اپریل امروز ولایت جنوبی پنجاب ولسوالی میاوالی منطقه مکروال پلیس بالای مجاهدین حمله کردند که در بین هر دو جنگ شدیدی در گرفت. در نتیجه از او پلیس به راه فرار اختیار کردند و مجاهدین بدون کدام ضرر به قرارگاه خود برگشتند. این بود خبرهای جهادی. میایم آلی به پرسش های برادرایی که در مورد برنامه‌ای که روز گذشته برادر ما ابوبشیر الافغانی در مورد شجره سادات کنر پرسیده بودند. به اونا پرسش های دوستا کردن که او را جواب میدیم. خود برادر ابوبشیر الافغانی گفته که من برنامه فارسی را قدر بلد نیستم، فارسی را نمیفهمم، برنامه پشتو را کجا پیدا کرده میتونم. برادر از گرامی، برنامه پشتوی ما در تیک تاک هم است، در فیسبوک هم است، در یوتیوب هم است، در همه جا شما میتونید یافته. و در عین حال چینل های مثل افغان تاک، افغان تیوب، سمیر میدیا، گران افغانستان، امیر رقم افغانستان رفلکشن، اینا همگی برنامه ها را میگیرن دوباره نشر میکنن و اگر یک چینل شما در یوتیوب بپالین به دستان میاد و گرفته میتونین. در غیر از اون شما به فیسبوک ما که برین مینمی که به برنامه از می چینل ها را اونجا شریک میسازم، شما اونجا دیده میتونین. فلحاظ این برنامه ها در اونجا موجود است، برای دیدن کدام مشکلی وجود نداره. برادر ما به نام دکتر سردار محمد خان نوشته کرده که من نمیفهم که سادات چرا قدر زیاد هستند در هند و پاکستان و افغانستان و آیا اینا همگی راستی هم سید هستند و یا نه، و چرا اینا همگی سلسله خود از طرف پدر میگیرن از مادر نمیگیرن، در حال که سلسله اصلی از مادر شروع شده، از پیامبر خدا شروع نشده. برادر عزیز گرامی، عادات در مناطق هند و پاکستان اینا از خاطر زیاد هستن. وقتی که عملیات در دوران حضرت عمر و حضرت عثمان و بعدا در دوران اینا شروع شد، دایی از اولاده حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم در این جنگ ها به این مناطق آمدن و در این منطقه جنگیدن و از اینا اولاده در اینجا ماندن. در این شک نیست که بسیاری داستان ها و قصه ها ساختگی هم است، فامیلای ساختگی هم است. حتی خود من میشناسم که در افغانستان دمی نزدیکا خانواده هایی هستند که اولادشان سید نیستن اما کلمه سید به او استعمال کردن و فرزند سید رسول یا سید وهاب به این رقم سید حکیم نامه را گذاشتن، در حال که اونا سید نیستن اما اولادی از اونا که پیدا میشن فکر میکنه که اینا سید هستن. در مورد از که چرا اینا از طرف پدر چیز میشن از طرف مادر نمیشن، در حالی که اصل ریشه از مادر است. اصل ریشه از بی فاطمه از خاطری است که پیامبر خدا به ابراهیم و قاسم پسرایشان از جهان رفتن و به حساب مرد نداشت اولاد، دخترایش بود و از دو دخترها بی فاطمه با حضرت علی کرم الله وجهه که هم پسر کاکای حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم بود و هم دامادش بود، یعنی خون شریک بودن، از یک پدر کلان یعنی عبدالمطلب بودن. از این لحاظ وقتی که اولادش از بی فاطمه آمد، پسرای از امام حسن و امام حسین اینا خطاب سید دادن. سید
یعنی سردار و کلان و اشراف این کلمه رو برش استفاده میشه که یعنی مردم یه اشراف هستن، از خاندان برتری را چیز کردن، از این خاطر تفاوت دادن. اما بعدا وقتی که از پسر اولاد آمد، پسر حساب کردن، دختر نکردن. و امروز که کسی اگر از طرف مادر خود میگیره سعید، او را به حساب پذیرش نداره، اما از پدر میگیرن، او را قبول میکنن. اینی امو فلسفه مختصرش است که من با شما شریک ساختم. برادر ما به نام سید حسیب الله هاشمی گفته که سادات کنر 1400 سال قبل به افغانستان آمدن. ما برادر این گپ از اینا را قبول ندارم که سادات 1400 سال قبل به افغانستان آمده باشن، چرا که سادات کنر که به منطقه کنر آمدن 500 سال قبل از ترمیز، از بخارای شریف آمدن، فلحاظ 1400 سال قبل نامدون. اگه آمده بودن هم رفته بودن به ترمیز، به طرف آسیای میانه، در اونجا زندگی میکردن. باز از اونجا از رای تخار و کندوز و اینا با متر براهای امی صعب العبور با چترال و با کنر و با جوور به این رقم تا با بنیر رسیدن، که او را من تاریخچه‌اش گفتم که در 1502 که تولد سید علی ترمیزی است، پدر زنا قنبر علی شاه که جنرال بود در دربار پادشاه همایون، و او وقتی که به دهلی میرفت اینا را با خود برد و اینا در بنیر ماندن. از بنیر باز یک سلسله اولادش پایین آمد در کنر و به نام سادات کنر معرفی شد. اینی تاریخچه مختصر است، در این کسی ثابت کردن نمیتونه که قبل از این در کنر سادات بودن و آمده بودن. سادات به 1400 سال قبل که آمدن با او رقم رفتن به طرف سند، از سند به طرف به هندوستان و این جایا رفتن. به این طرف که آمده بودن رفته بودن با ماورا نهر به طرف آسیای میانه، یعنی بخارای شریف، در اونجا بودن که از اون جمله سید قنبر علی شاه و پسرش سید علی ترمیزی که پدرکلان 13 ماشوا، اونا با پادشاه که حرکت کردن رفتن بنیر، در بنیر ماندن و از اونجا در پاکستان هم تقسیم شدن و آمدن به کنر و در کنر سادات شد. در افغانستان سادات است، فرضاً اینا میگن 1400 سال قبل آمده باشن. در هرات سادات داریم، در بدخشان داریم، در لوگر داریم، در کابل داریم، در بسیاری ولایت ما سادات، در قندهار سادات داریم. اگرچه ساداتی که اسکرن در قندهار است از کنر رفتن، چرا که سید خلیل پاچا از کنر، از خانمش قندهاری است، اونجا رفته. امیر رقم در طالقان و شبرغان سادات که است، یا فرزند نام سید تلواری یاد میشه. سید تلواری که در بلخ است و مردم به مزارش میره، او کاکای پدرم است. و در شبرغان و طالقان که سادات اصلا سید انور پاچا بود، سید حیات پاچا بود و امیر رقم سید نبی پاچا و اینا بودن. اینا هم ماماهای مادر میشن است. خلیل پاچا که در قندهار بود، این هم مامای مادر است، یعنی اولاد پسرای سید حسین پاچا است که دیروز تفصیلی در موردش صحبت کردم. در مورد پسرایش من آمدم که از ضرورت باشه او را آدم میتونه که توضیح کنه چرا 16 پسر داشت. 3 پسرش قماندانای امنی سر پل کندوز و امیر رقم از ولایت دیگه بودن، به اینا اونجا ماندن دیگه. اینی من سجری را که چیز کردم، سجری سادات کنر را بر شما گفتم. ما از هرات نگفتیم، ما ایره نگفتیم که به افغانستان چی وقت آمدن، ما ایره نگفتیم که در افغانستان سادات ساختگی است. این برای من معلوم است، من خودم میشناسم، بسیاری فامیل است که برای ما معلوم است که برای ما قصه های شده که اینا اصلا سادات نیستن، از گوجر فرزن از گوجر هندوستان هستن، آمدن در افغانستان، انگلیسایی را آورده، نام سادات داده، زمین برشان داده، در نظام داخلشان کرده و مردم به اونا احترام میکرد، از اینا استفاده صورت گرفته. یعنی تو قصه ها بسیار زیاد است. اما در مورد سادات کنر که سلسله ما شود که شجری ما به کلی واضح و معلوم است، در این کدام مخلوطی وجود نداره و این به کلی صاف و سطر است. از همین خاطر در طول همین صدها سال گذشته که 500 سال که در کنر از سادات میگذره، سادات کنر به نام سادات سوچه اصلی که در این غشی وجود نداره، این قبول داشتن و تمام حکومت ها و سلطنت ها به اینا احترام داشتن و از همین بابت اینا در مناطق دیر، بنیر، سوات، ملکن اینجا حکومت داری میکردن و به حکومت از اونمو تکس میدادن و اینا در اینجا حاکمیت خود داشتن. امید که برادر هاشمی جواب خود گرفته باشن که مطلب من از سادات فامیل خود ما بود. سوال در مورد فامیل من شده بود، ما جواب فامیل خود و تاریخچی خود دادیم. تو که هاشمی سه بزر سادات که هستی، برو سجری تا ثابت کو، پدرکلان تا معلوم کو، 1400 سال قبل ریشه تا پیدا کن. ما ریشه ما کنر است،
کسی که در او سلسله میه در خاندان ما در کتاب ما جایش است، چرا که سید غلام احمد بابا سید سادات کنر است و تمام سلسله از اونجا شروع میشه. دیگه سادات هرات ما نمیفهمم، سادات بدخشان، هر کدام از خود ریشه دارن. شما از کدام یکیش هستین، برین امو ریشه تان پیدا کنین و شجره تان پیدا کنین. مدی 14 سال شما کدام غرضی ندارن. پرسش برادر ما داود همدرد است که آیا پاکستان که میخواد که طالبان TTP و BLA را کنترل کنه، آیا طالبان این کار خواهند کرد؟ نه خیر، این طالبان این کار را نمیکنن. TTP و BLA کار افغانستان نیست، در کنترل افغانستان نیست، کار داخلی خود پاکستان است. پاکستان میدانه و کارش و در افغانستان مداخله نمیکنه. مسئله دومی است که برادر ما به نام عبدالکبیر که اصل نامشان حامد تلاش لوگری است، یعنی صفحهشان حامد تلاش لوگری است و اصل نامشان عبدالکبیر است، نوشته کردند که و امی وزیر خارجه پاکستان، سفیرش و نماینده خاصش هر روز میرن و میان این رفت آمدها را از خاطری شروع کردن به کابل و بالاخره هم از کابل دست خالی میرن. اینا از خاطر کارهای فساد و شر میاین، افغانستان میخوان به ثبات کنن، افغانستان به حساب اخطار میتن، میترسانن که اگه این کار نکردی این توکت میشه تا افغانستان تابع اوامر و احکام خود بسازه و یک بار دیگه جنگ به افغانستان بکشانه و از امریکا پول بگیره. الحمدلله افغان‌ها بیدار شدن، این مسائل حال کار نمیکنه و پاکستان در این مسائل خود ناکام است. از همین خاطر دیوانوار اینا تا بالا میدون تا یک چیزی را به دست بیارن، چیزی به دستشان نمیایه. و در این مورد این سوال شما که کردین، ما امروز 6 برنامه در مورد امی سفر وزیر خارجه پاکستان به افغانستان کردیم. شما میتونین تفصیلا برین او برنامه ها را ببینین، در اونجا سوالات مختلف صورت گرفته و جوابات مختلف داده شده، باعث قناعت شما خواهند شد. امید از برنامه را ببینین، خوش کنین، با دوستا شریک بسازین. تا برنامه بعدی شما را به خداوند میسپارم و ما علینا